بیننده عزیز بار دیگر به شما درود میفرستم و متاسفانه در پراگ نیز اینترنت مشکل دارد و در پخش چند دقیقه پیش که من برای شما ارائه داشتم بعضی مشکلات فنی پیش آمد و من دیگر باره حاضر هستم که برای شما سرخطی خبر و گزارش های مهمی روز رو بگویم و این خبر و گزارش رو من بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم در برنامه خبری رادیو آزادی پیشنهاد شما خواهم کرد و البته این تنها اون خبر و گزارش نیست که من در اینجا برای شما میگم و اون پیشنهاد میشد ما خبر گزارش های بیشتر از این رو داریم که تا شروع برنامه خبری همکاران ما اون رو تهیه خواهند کرد و ما به سهم شما میرسانیم تا اینکه شما در جریان تحولات جهان و تاجیکستان باشید. خوب عزیزان، خوشحالی به پایان رسید. مقررات نو جاری شد. ازبکستان چند روز به این طرف در وارد کردن مال از تاجیکستان محدودیت راه اندازی نمود و اکنون تنها 10 کیلو محصولات برای یک نفر ممکن است. اگر از این بیشتر باشد باید باج گمرکی سپارند. مقررات نو به کار تاجران چی تاثیر کرده است و عموما حال و رفت آمد در مرز چگونه است؟ همکاران ما در یک گزارش به شما پیشنهاد خواهند کرد چون به واسطه در مرز بودند و با مردم هم صحبت داشتند و گزارشی رو در این زمینه تهیه کردند که می‌خواهیم آن را همراه با شما ببینیم. شیفر در مود نیست. بمب‌پوشا را عوض کنید. مقامات رسمی در تاجیکستان به رئیسان شهر و ناحیه‌ها دستور دادند که بام خانه‌ها را یک رنگ کنند. فرض کردیم باید بام خانه‌ها یا سرخ باشد یا سبز و یا رنگی دیگر. این هم در حالی است که اکثر اهالی تاجیکستان در ده‌ها زندگی می‌کنند. بعد تا 10 سال پیش منزل‌های خیش را با بامپوش شیفری می‌پوشاندند. حالا با بامپوش‌های تنوکگی چینی برتری می‌دهند، اما بام خانه‌ها یک رنگ نیست. این دستور نو را مردم چگونه قبول می‌کنند و یا امکان دارند که بامپوش‌های خود را عوض کنند و کدام رنگ برای آنها پسند است ما برای شما در برنامه خواهیم گفت. حکومت افغانستان برای به اعتدال آوردن وضع در کشور کوشش دارد حتی یک هیئت را به این هدف به ولایت فاریاب فرستاد. ضمناً مرکز این ولایت چند روز اخیر مکانی درگیری میان نیروهای حکومتی با جانبداران نظام الدین قیصری نماینده عبدالرشید دوستم بود که روز 3 ایول او را بازداشت نمودند. در پیشروی روز معلولان که هر سال 8 ایول تجلیل می شود از جمله در تاجیکستان هم پس ما نگاه می اندازیم به زندگی این قشر در کشور. از جمله درباره دختری نابینای برای شما قصه می کنیم که با تلاشش توانسته است هم تقدیرانش را گرد هم بیارد و آنها را از تحصیل خانگی به مکتب جلب کند. خود این دختر آموزگار است و میگوید هدفش حفظ حقوق نفران به مثل خودش می باشد. ضمناً تا به حال افراد امکاناتش محدود در تاجیکستان از نقض حقوق خود از جمله برای تحصیل و کار شکایت میکنند و متاسفانه تعداد معلولان نیز در تاجیکستان کم نیستند. یادی از مومن قناعت در دوشنبه در محفل خاصی از شاعر شناخته و توانای تاجیک مومن قناعت یادآوری کردند. این شاعری برجسته 2 ماه پیش بر اثر بیماری طولانی درگذشت و شما در برنامه خبری می توانید نوار را از جریان برگزاری این مراسم یاد بود تماشا کنید و باوری دارم که چون همیشه ما را تنها نمیگذارید و با پیوستن به برنامه خبری رادیو آزادی که تبریک گفتم بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم در آزادی ویدیو یوتیوب پیشنهاد شما می شود ما را هم برنامه رو میگذاریم و حتما تماشا کنید.